بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. به یاد آرید آن زمان که با موسی وعده کرده بودیم 40 شب نزد ما بماند، اما شما در غیاب او گوساله ای را برای پرستش برگزیدید و این ستمی بود که بر خود روا داشتید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. اما باز مهربانانه از شما گذشتیم و فرصتی دادیم تا شاید به راه شکر و سپاس بیایید. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. و باز به یاد آرید آن زمانی که هم کتاب و هم قدرت تشخیص حق از باطل را به موسی عطا کردیم تا باعث راهنمایی و آرامش شما باشد. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. و هنگامی که موسی به قومش گفت شما با این حرکت زشت و زننده گوساله پرستی به خودتان ظلم کردید، پس توبه کنید و به سوی خالق خود بازگردید و نفستان را بکشید که این کار نزد خدا از یک زندگی آلوده به مراتب بهتر و آبرومندتر است. اما باز خداوند توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. حقا که او توبه پذیر و بسیار واگذشته است. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. این ماجرا سپری شد و باز شما گفتید ای موسی تا خدا را آشکارا نشانمان ندهی هرگز به تو ایمان نمی آوریم. ناگهان صاعقه مرگبار بیامد و شما را در حالی که نگاه می کردید به کام خود فرو برد. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. پس از این مرگ باز شما را زنده کردیم تا شاید حرمت نگاه دارید و سپاسگزار شوید. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دوباره مهربانانه ابرها را چون سایبانی بر سرتان قرار دادیم و از من و سلوا تقدیمتان کردیم. باکی نیست از روزی پاک و بی‌آلایش ما بخورید و بهره‌مند شوید. بدانید آنها به ما ظلم نکردند بلکه بر خود ستم روا داشتند. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. و یاد آرید هنگامی که گفتیم به این شهر وارد شوید و از نعمتهایش در هر جا و هر زمان بهره‌مند گردید، مشروط بر آنکه از دروازه شهر سجده کنان داخل شوید و با زبان اخلاص بگویید خداوندا بار سنگین گناه و ناسپاسی را از دوش ما بردار تا ما نیز از نافرمانی های شما بگذریم و بر نعمت و پاداش نیکوکاران بیفزاییم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اما ستمکاران سخن را به غیر از آنچه به آنها گفته شده بود بیان کردند و به کیفر این عصیان و ناسپاسی عذاب سختی از آسمان بر آنها فرود آوردیم.
وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و باز به یاد آرید آن زمانی که موسی دست به عصا برداشت و برای قوم خود آب خواست. به او گفتیم عصای خود را با آن سنگ بزن تا 12 چشمه جوشان نمایان شود تا هر گروهی به سوی آبشخور خود رود. از رزق الله بخورید و بنوشید ولی در روی زمین تباهی و نکبت به راه میندازید. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. و آن هنگام که شکم پرستانه گفتید ای موسی مزاج ما با یک نوع غذا سازگار نیست، از خدای خود بخواه تا از رویدنی های زمین از سبزی و خیار و سیر گرفته تا عدس و پیاز برای آن بیاورد. و موسی گفت آخر چگونه میتوانید یک چیز برتر را با چیزی فروتر عوض کنید؟ اگر غذا و طعام میخواهید بروید به دیاری فروده است که هرچه خواستید بیابید. و این چنین شد که ذلت و فقر و بیچارگی توأم با خشم خدا آنها را محاصره کرد و این نتیجه کفران و ناسپاسی آنها نسبت به آیات خداست، زیرا آنها پیامبران خدا را به ناحق می‌کشتند و سرمستانه عصیان می‌کردند و قومی تجاوزکار بودند. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی و مسیحی و صابئی هستند چنانچه به خداوند بزرگ و روز حسابرسی در آخرت ایمان داشته باشند و دارای عملکردی نیک و مفید باشند پاداش آنها بر عهده خداوند است و باید که هیچ ترس و یأس و اندوهی به خود راه ندهند. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. و بیاد آورید آن زمان که پیمان محکمی از شما گرفتیم، کوه طور را بالای سرتان نگاه داشتیم و گفتیم توراتی را که به شما داده ایم با قوت بگیرید و مراقبت کنید و آنچه را که در آن بیان شده به خاطر بسپارید تا بلکه حرمت نگاه دارید و محفوظ بمانید. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین. ولی پس از مدتی عهد را شکستید و از فرمان ما سرپیچی کردید و اگر بیکران دریای فضل و رحمت خداوند شما را در بر نمی گرفت بدون شک از زیانکاران به حساب می آمدید. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. و شما خوب می شناسید کسانی را که در روز شنبه از حکم و فرمان ما سرپیچی کردند و ما به آنها گفتیم
به بوزینگانی ذلیل و خاموش تبدیل شوید. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. و ما این کار را کردیم تا عبرتی باشند برای معاصران و آیندگان و موعظه‌ای برای هر آن که از خداوند مقتدر می‌هراسد. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. و هنگامی که موسی به قوم خود گفت خداوند بزرگ به شما فرمان داده است تا گاوی را قربانی کنید، گفتند ما را مسخره کرده ای؟ موسی جواب داد به خدا پناه میبرم اگر مثل نادانان رفتار کرده باشم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. گفتند از پروردگارت بخواه تا برایمان شرح دهد چگونه گاوی باید قربانی کنیم. گفت خداوند می‌فرماید گاوی که نه چندان پیر و فرتوت است و نه چندان کم سن و بی‌بنیه، یک گاو میان سال. اکنون به دستور خدا عمل کنیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. گفتند به پروردگارت بگو برای من شرح دهد گاو چه رنگی باشد. گفت خداوند می‌فرماید یک گاو زرد طلایی که چشم هر کس بر او بیفتد شادمان شود. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. از پروردگارت بخواه تا شرح بیشتری بگوید، چه هنوز در مورد گاو قربانی به شناخت قطعی نرسیده ای و اگر خدا بخواهد به این کار هدایت خواهیم شد. صدق الله العلی العظیم.